بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خواهران محترم، برادران عزیز، مسلمانان گرانقدر، مهمترین عنصر در زندگی انسان شناخت الله سبحانه و تعالی است. انسان مسلمان مکلفیت داره که خالق خدا بشناسه و ما مکلفیت ما این هست که وقتی خود ما الله متعال شناختیم، چه قسم الله را شناختیم، باید با اسما و صفاتش که در قرآن عظیم شان و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است، از این طریق وقتی که شناختیم مکلفیت ما بازی هست که برای دیگران هم الله سبحانه و تعالی را معرفی بکنیم و الله سبحانه و تعالی را با نامها و صفاتش بشناسیم و مطابق از زندگی بکنیم. یعنی عالم پرسیدن که خلاصه اسلام چی هست؟ گفت خلاصه اسلامی است که در یک جمله را خلاصه بکنیم، اون است که نامها و صفات الله را بشناسیم و مطابق از او زندگی بکنیم. نامها و صفات الله را، اسما و صفات الله را بشناسیم و مطابق از او زندگی بکنیم. دوستان عزیز، سلسله ای از درس های در اسماء الله الحسنی را خدمت شما دوستان تقدیم میکنیم. شروع میکنیم درس اول ان شاء الله تعالی. درس اول ما در اسم الله سبحانه و تعالی. الله الى لفظ الجلاله هم میگن. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. در ساختمان لفظی لفظ جلاله اول از نگاه لغت، یعنی کلمه الله چه قسم است و این درباره از علمای اسلام چی گفتند در زبان عربی. طبعا علما در این قسمت دو نظر دارن. یک تعداد از علما میگن که لفظ الله که است از کلمه اله اشتقاق شده، مثل که دیگر نام ها اشتقاق شده. مثلا رحمان از کلمه رحمت گرفته شده و از او اشتقاق شده. مثلا الرحیم از رحمت گرفته شده و به این شکل دیگر نام های الله را هر کدام که القادر، المقتدر، این نام ها مثلا از قدرت که مصدر از ازی گرفته شده و اشتقاق شده و معانی خاصی را در خود گرفته هست. در این قسمت علما میگن که کلمه الله که اصلا از چی گرفته شده است؟ اله. اله چی معنا؟ اله در زبان عربی به معنای معبود بود و عرب ها معبود خدا اله میگفتن، یعنی کسی را که عبادت میکردن و احکام از او را و شریعت از او را اطاعت میکردن، او را چی میگفتن؟ اله میگفتن. اینا در اسلام که هست، این کلمه اله استعمال شده در قرآن عظیم شان بسیار زیاد. و الهکم اله واحد، یعنی معبود شما او معبوده که ذات از او را باید عبادت بکنین و شریعت از او را باید اطاعت بکنین. اله واحد، معبود یگانه هست. اینا رو میگن از اینمی کلمه اله که ما شما بگیم اله واحد، معبود یگانه، از کلمه اله میگن که بالای از این کلمه الف لام زیاد کردن. الف لام زیاد کردن، الف لام تعریف. الف لام تعریف طبعا در زبان عربی وقتی که یک اسم، مثلا یک اسم استعمال میکنن، او عام میباشه، کل شامل میشه، لکن وقتی که الف لام به داخل شد باز مشخص میشه به یک کس خاص. مثلا میگن رجل، مرد، اما وقتی که میگن الرجل معلوم میشه اون شخصی که مشخص در ذهن ما هست یا در ذهن تو هست یا اونجا استاد است مشناسی میشه. بنابراین فرق است بین الرجلون و بین الرجل. اینا رو به این حساب این مسائل زبانی هست در زبان شناسی.
اینا از نگاه زبان شناسی میگن که الله که است از کلمه اله گرفته شده. یک نظر است از علما. و اله به معنای معبود است و وقتی که الف لام داشت داخل شد الاله شد. الاله شد یعنی همون معبود به حقی که خالق آسمان ها و زمین است و کل ما و شما او را میشناسیم خالق آسمان ها و زمین است. او الاله شد. سپس میگن که باز از این الاله همزه ازیر چی کردن؟ همزه ازیر حذف کردن. همزه ازیر حذف کردن و دو لام باقی ماند. این لام با لام دیگه ادغام کردن شد الله. این یک نظر است از علما از دیدگاه زبان شناسی و از دیدگاه مثلا نظر علمایی که دارن. دوم نظری است که علمای دیگه هستن، اونا میگن که نه خیر، همین کلمه الله که است یا لفظ الله که است، میگه این از اول نام است برای خالق آسمان ها و زمین. از این خاطر این اشتقاق نیست و اونا به این نظر هستن که این اسم مشتق نیست و دوی کدام اشتقاق نشدن. از اون خاطر اونا میگن که مستقیما این کلمه اسم است برای الله سبحانه و تعالی. خوبی از نگاه لفظی هست که علما درباره ازی این دو نظر داشتن و نظر کلشان قابل احترام است و هر کدامش از خود دلایل خود دارن. به هر صورت ما و شما عقیده داریم که الله نام است بر خالق متعال. ای که اصلش مشتق است و یا اصلش نام بوده هست و در او کدام اشتقاق زبانی از نگاه زبان شناسی هست و یا نیست، به هر صورت الله نام است برای خالق با عظمتی که خالق تمام مخلوقات است و ما همه بنده های از او هستیم. حالا از نگاه اصطلاحی در اسماء الله الحسنى، همین نام الله را چه قسم بشناسیم و با این نام چه قسم زندگی بکنیم. طبعا دوستای عزیز در این قسمت باید بفهمیم که اول یک تعریف برای خدمت شما دوستا تقدیم میکنیم که این تعریف همین موضوع را شامل شود و این که ما بفهمیم که الله سبحانه و تعالی را چه قسم بشناسیم. الله هو المعبود بحق. اینجا در این تعریف 6 نقطه هست دوستای عزیز. یعنی اگر ما الله سبحانه و تعالی را میخوایم بشناسیم، اول میگه هو المعبود بحق. الله ذات است که عبادت میشه به حق. ذات است که عبادت میشه به حق. بناء این نقطه اول. الذي يستحق العباده. دوم صفتش چی است که معبود به حق است. با دوم صفتش چی است که يستحق العباده. الذي يستحق العباده والاطاعه. سوم چی است که مستحق اطاعت است. پس معبود به حق است، مستحق عبادت است و مستحق اطاعت است و تختصان له و اینمی عبادت و اطاعت مخصوص الله است. این 4 نقطه. و له صفات الجلال و العظمه. دیگه خصوصیت الله چی است که الله سبحانه و تعالی دارای صفات جلال و عظمت است. اما تو صفات و افعالی که به جلال و عظمت الله شایسته هست. ولا سبیل. ششمی نقطه چی است؟ ولا سبیل الى معرفت عبادته الا من طریق انبیائه و رسوله علیهم الصلاة والسلام. دیگه ششمی خصوصیت چی است که عبادت از او و اطاعت از او شناخته نمیشه مگر از طریق پیغمبران علیهم السلام، انبیاء و رسول علیهم السلام. اینال هر کس نمیتونه که عبادت از او را تعیین بکنه و یا بشناسه. اگر ما میخوایم که او را بشناسیم، از طریق پیغمبران، انبیاء و رسول علیهم السلام بشناسیم. پس دیگه تعریف 6 نقطه اساسی بیان شد. اینال هر کدام از این باید دقیق بفهمیم. ما میخوایم الله را بشناسیم و میخوایم الله را به دیگران معرفی بکنیم. اول عقیده ما این هست که به این تعریف اول گفت که الله هو المعبود بحق. اینال الله معبود به حق است و دیگه معبودات چی هستن؟ باطل هستن. چی دلیل دارین؟ دلیل ما در قرآن عظیم الشان است. الله سبحانه و تعالی می فرماید ذلك بأن الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق. به این که یقینا که الله سبحانه و تعالی هو الحق.
و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، آنچه که بغیر از الله عبادت میکنن یا دست دعا رو بلند میکنن اونا معبودان باطل هستند. پس اینجا دوستای عزیز ما شما باید همیشه وقتی در مسئله نامهای الله و در مسئله اعتقادات بحث میکنیم باید همیشه در ذهن ما الله بشناسیم. الله ذات است با عظمت، دارای صفات جلال و عظمت است و غیر الله کس اینا مخلوق هستند. الله خالق است و دیگرها که هستند غیر الله اینا مخلوق هستند. پس الله معبود به حق است، الله معبود به حق است و آنچه بغیر از الله هست اینجا دون الله گفتم. من دون الله به این من دون الله ملائکه شامل میشن، پیغمبرها هستن، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله، نباتات، مایعات، جامدات، غازات یا کلشان من دون الله هستن، بغیر از الله هستن، مخلوق هستن. بناءً معبود به حق الله هست، معبود به حق الله هست و من دون الله و غیر الله کس اینا را اگر کس عبادت میکنه این معبود باطل گفته میشه. ملائکه مقام خود دارن اما اگر کسی ملائکه را عبادت بکنه معبود به حق نیست. وقتی که معبود به حق نشدن معبود باطل میشن. پیغمبران دارای مقام و عزت بسیار زیاد هستند پیغمبران و ما برشان مثلا امو ایمان داریم و اونا را عزت میکنیم و اکرام میکنیم و مقامی که دارن پیش الله بسیار بلند است، از ما که مقامشان بسیار زیاد بلند است، لکن غیر الله هستن، من دون الله هستن، اینا معبود نیستن. معبود اگر کسی پیغمبرا را یا قبر پیغمبرا را یا مجسمه پیغمبرا میسازه و عبادت میکنه اینجا ای در حقیقت معبود حق نگرفته، معبود به باطل گرفته. بدان این کاری که انسان میکنه امی عمل ازی باطل است، امی شخصی که امی عمل میکنه ای باطل است، چرا الله را عبادت نکرده غیر الله را عبادت کرده. به این شکل مثلا اولیاء الله شخصیت های بسیار بزرگ هستند و ما بر اونا احترام داریم و ایمان داریم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا و كانوا یتقون. همه ما و شما الله متعال از جمله اولیاء و دوستای خود ان شاء الله قبول بکنه. ما دوستای الله هستیم، الله را دوست داریم و کسایی که اولیاء الله هستند و شخصیت های بزرگ هستند مثلا در قرآن ثابت است بیبی مریم یکی از اولیاء الله هست، هر پیغمبر ولی از اولیاء الله هست. متوجه هستین؟ اینی اولیاء الله را ما دوست داریم، برشان احترام داریم، لکن معبود نیستن. اگر کسی اینا را به عبادت میگیره عمل از اینا باطل است و این معبود به حق نیست، معبود باطل است. چرا؟ قرآن عظیمشان الله متعال میگه بأن الله، یقین داشته باشین، متیقن باشین، عقیده داشته باشین، باور داشته باشین، ایمان داشته باشین که ان الله هو الحق، الله سبحانه و تعالی معبود به حق است و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. هر چیزی را که اینا بغیر از الله متوجه شدن من دونه دون الله فکرتان باشه الله دون الله، الله غیر الله، الله مستحق معبود به حق است، دیگر کلشان باطل هستند. و تمام علمای اسلام وقتی که بیاین مثلا علامه سید طنطاوی تفسیری داره به نام التفسیر الوسیط، او چی میگه؟ میگه فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الالهیه. میگه الله که است او اسم است برای موجود حق الجامع لصفات الالهیه که جامع به تمام صفات الهی هست و المنعوت بنعوت الربوبیه، او هست که صفت شده به صفات الربوبیت، رب العالمین هست. المنفرد بالوجود الحقیقی، یگانه هست در وجود حقیقی خود. لا اله، نیست هیچ معبود به حق الا هو سبحانه، بغیر از او، بغیر از الله سبحانه و تعالی. پس فهمیدیم که معبود به حق، معبود حق حقیقی الله هست و دیگران که هستن اینا معبود حقیقی نیستن. اگر کس اینا را عبادت میکنه در حقیقت معبودشان معبود باطل است و خودشان هم در راه باطل هستن و عقیدهشان باطل میشه. نقطه دومی است که الذی یستحق العباده. دومی نقطه که ما باید او را بفهمیم، الذی، الله اون ذاتی هست که یستحق العباده. یعنی سعی کنیم در نقطه اول معبود به حق بود، معبود به حق بود که دیگرها باطل شدن. اینا در اینجا که است
گپ سر استحقاق است. مستحق عبادت کی هست که ما بر از او رکوع بکنیم؟ مثلا ما 6 قسم عبادت داریم. عبادت فکری داریم. در عبادت فکر ما، فکر و اندیشه ما کلش ای است که الله معبود به حق است و مستحق عبادت است. عبادت قلبی داریم، در قلب خود محبت با الله داریم، توکل به الله داریم. این عبادت تقریبا 18 قسم عبادات چی هستن؟ 18 قسم عبادات قلبی هست. این عبادات قلبی خدا که ما ایره در کتاب در کتاب عقیده توحید در روشنایی قرآن و سنت در او تشریح کردیم. اینال 18 قسم عبادات از قرآن و از سنت جمع کردیم. اینال در اینجا از قرآن و سنت و اقوال علمای اسلام، علمای عقیده، 18 قسم عبادت قلبی هست. این عبادت قلبی هم مخصوص الله. باز عبادت های چی هستن؟ زبانی است. عبادت هایی که ما با زبان میکنیم، الحمدلله رب العالمین، تسبیح میگیم، این کل عبادت های زبانی که است، این کل چی است؟ استعاذه مثلا. این هم در باب عقیده خوانده میشه، من نمیتونم کلش رو تشریح بکنم چون زیاد هستن تقریبا عبادت های زبانی. پس ما میگیم که مستحق عبادت فکری الله هست، مستحق عبادت قلبی الله هست. سوم مستحق عبادت بدنی، مثلا ما با بدن خود عبادت میکنیم. عبادت بدنی چی است؟ رکوع میکنیم، سجده میکنیم، انحنا میکنیم، سر خود خم میکنیم، در مقابلش تواضع و عاجزی میکنیم، سر خود به خاک میگذاریم، دست و دعا به بارگاهش بلند میکنیم. کی هست؟ الله هست، چون اون مستحق عبادت است. هر چیزی که نامش عبادت است، عبادت بحث میکنیم دیگه چیزا را نه، وقتی که نامش عبادت است و ما او عبادت میگیم، اون مخصوص کی میشه؟ مخصوص الله سبحانه و تعالی. مستحق از او کی است؟ الله است. عبادت فکری، عبادت بدنی، عبادت قلبی، عبادت بدنی، عبادت زبانی، عبادت مالی. 4 قسم، 5 قسم عبادت مالی هست، مثلا نذر است، قربانی هست، ذبح حیوان، ذبح پرنده هست. وقتی که ما این کارها را میکنیم، برای کی باید بکنیم؟ بر الله بکنیم. فصل لربک وانحر، هم به نام الله تسبیح بگو، عبادت زبانی، و هم ذبح حیوان که به نام الله بگو. و 6 قسم عبادت تشریعی یا تقنینی و قانونی هست. اینا عبادت تشریعی کدام یکی است؟ عبادت هایی است که ما وقتی که شریعت الله را بالای خود تطبیق میکنیم و احکام الله را قبول میکنیم اول و او را بالای خود تطبیق میکنیم عملا، و در زمین الله میخوایم که تطبیق بکنیم، این عبادت چی است؟ عبادت تشریعی هست. پس این 6 قسم عبادات مخصوص کی است؟ مخصوص الله هست. اول مستحق عبادت الله هست، اول الله معبود به حق بود. دوم مستحق عبادت کی است؟ الله هست. چی دلیل داریم؟ الله متعال میگه فعلم، پس تو علم داشته باش ای مسلمان، انه یقینا که لا اله، نیست هیچ معبودی که مستحق عبادت باشه الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. قرآن امی قسم در ما تعلیم میده. الله میگه علم حاصل بکو، جاهل نباش، علم حاصل بکو، این خوب دقیق الله را خوب بشناس. این نقطه را بشناس که لا اله، نیست معبود به حق که مستحق عبادت باشه الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. سوره محمد آیت 19. خب سومی خصوصیت، خب دیگه علما عبارت چی میگه؟ مثلا علامه فخرالدین الرازی یک عالم است، این عالم است، مفسر است، تفسیر داره به نام مفاتیح الغیب. او میگه لأن الله هو المستحق للعباده. این میگه من مفسر قرآن هستم و قرآن تفسیر کردیم، بر شما میگم که الاله یعنی معبود به حق کی هست؟ هو المستحق للعباده، او مستحق عبادت است که الله هست. ولا يكون كذلك الا اذا كان قادرا عليما حكيما. و این قسم بودن نمیتونه مگر وقتی که قدرتمند باشه، علیم و حکیم باشه. پس این از صفات الله هست که قادر است، علیم است و حکیم است. علامه ابن تیمیه رحمه الله یک کتاب داره به نام الایمان. اون میگه فإن الإله هو المستحق للعباده، میگه الله که هست او مستحق عبادت است. خب دوست عزیز، پس ما فهمیدیم که معبود به حق الله هست. دوم مستحق عبادت الله هست.
سوم چیزی که ما الله را میخوایم بشناسیم او کی هست؟ والاطاعه، یعنی الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که مستحق اطاعت است. الله سبحانه و تعالی میگه که حکم از الله هست و باید در حکم که این هم یک عبادت است، این عبادت هم باید برای الله چی شود؟ باید مخصوص الله باشه. این الحکم الا لله، الله میگه حکم نیست مگر مخصوص الله هست. این حکم متوجه هستین؟ این حکم یا حکم تکوینی هست و یا حکم تشریعی است. حکم تکوینی الله در تمام کائنات هست، در آفتاب، در زمین، در عرش، در لوح، در قلم، در دنیا، در آخرت، کلش حکم الله هست. حکم تشریعی الله که ما و شما مکلفیت داریم، الله متعال میگه این الحکم الا لله، حکم نیست بغیر از الله. چی معنی حکم نیست بغیر الله؟ یعنی تعیین کننده حلال، حرام، جایز، ناجایز، کل زیر الله تعیین میکنه. نظام اعتقادی را الله تعیین میکنه که چه قسم عقیده داشته باشین. نظام عبادات الله تعیین میکنه که چه قسم عبادات بکنیم توسط پیغمبر خود بر ما و شما وحی میکنه. نظام سیاسی را، نظام اقتصادی را، ما چه قسم نظام سیاسی داشته باشیم، چه قسم نظام اقتصادی داشته باشیم، چه قسم نظام اجتماعی داشته باشیم در جامعه، چه قسم نظام فرهنگی داشته باشیم، چه قسم نظام تعلیمی داشته باشیم، چه قسم نظام، تقریبا 12 قسم نظام است. نظام اعتقادی، نظام عبادات، نظام اجتماعی، نظام اخلاقی، نظام اقتصادی، نظام مالی، نظام سیاسی، نظام قضایی، نظام جهادی، نظام دعوتی، نظام تعلیمی و تربیوی، نظام فرهنگی. کل از این نظام ها که احکام الله در باری هر کدام از آیات قرآن است. الله متعال میگه این الحکم الا لله، در این کل از این حکم الله هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ الایمان بدء و سبعون شعبه، ایمان 70 چند شعبه است. این که جمع‌آوری کردیم، جواب‌آوری کردیم، 70 چند شعبه را تقریبا 12 نظام میشه. این کل از یا حکم الله تطبیق میشه و وقتی که احکام الله را در اینا تطبیق میده، الله متعال چی میگه؟ امر الله تعبدوا الا اياه. سکن این الحکم الا لله، امر الله تعبدوا الا اياه. از این چی فهمیده میشه؟ از این فهمیده میشه که اینجا گفت که حکم مخصوص الله هست، حلال، حرام، جایز، ناجایز، تعیینش کل زیر الله میکنه. الله میگه این جایز است ای کارا بکو، این کار ناجایز است نکو، این حلال است این بخو، مثلا غذا حلال است بخو، این حرام است این نکو، اگر غذا هست مخور. مثلا این حق است این باطل است، این خوب است این زشت است. اینا کل احکام کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. و اطاعت احکام الله که اوامرش سر تطبیق بکنی و از نواهی اجتناب بکنی، این عبادت هست. چرا؟ چون بارزی الله میگه امر الله تعبدوا الا ایاه، امر کرده که شما عبادت نکنین بغیر از او. خب پس الله معبود به حق شناختیمش. دوم این هم فهمیدیم که مستحق عبادت الله هست، بنابراین ما به الله ایمان داریم، مستحق عبادت الله هست. فعلم انه لا اله الا الله. سوم مستحق اطاعت الله هست، این الحکم الا لله، امر الله تعبدوا الا ایاه. چهارمین نقطه ای است که الله، خب در این قسمت علما چی میگن؟ مثلا علامه زین الدین عبدالرحمن سلامی در مشقی در کتابش، کتاب داره به نام کلمة الاخلاص و تحقیق معناها، میگه فان الله هو الذی یطاع. اله، الله او ذاتی که تو را عبادت میکنی، اون ذاتی هست که اطاعت میشه. اگر در حکم، در قانون، در تشریع بغیر از الله را اطاعت کردی، در این صورت تو الله را نشناختی و او را تو عبادت حقیقی نکردی، در عبادت الله شرک کردی. اینال یکی شرک در عبادات زبانی هست، یک نفر در زبان خود کلمه شرک میگه، یک نفر در قلب خود یک کار شرکی میکنه، یک نفر مثلا سجده و رکوع بر یک بت مجسمه و قبر میکنه، یک شرک انجام میده. یک کسی قانون غیر الله را اطاعت میکنه، این هم شرک است. در چی؟ در تشریع.
شرک است در تقنین، شرک است در چی؟ شرک است در این نظام های الله. این اینجا با الله کیرا یک مخلوق اطاعت کرد. پس ما مکلفیت ما است که قانون هیچ کس را این قسم که دیگه عبادات به الله میکنیم تشریح هم اطاعت از غیر الله را نمیکنیم. فإن الاله هو الذي يطاع. پس الله او ذاتی هست که او چی است؟ اطاعت میشه. علامه سلیمان ابن عبدالله کتاب داره به نام تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب توحید چی میگه؟ میگه معنی الاله هو المعبود المطاع. معنای اله میگه اگر الله را میخوای بشناسی هو المعبود المطاع، اونمون معبودی هست که اطاعت میشه. پس معبود به حق الله شد، معبودی که مستحق عبادت است الله هست. سوم مستحق عبادت که است الله هست. این سه نقطه. چهارمیش است و تختصان له. آله میگه این فهمیدی که مستحق عبادت الله هست، مستحق عبادت الله شد. آل میگه که این فهمیدی که الله مستحق عبادت است، آل امی عبادت و اطاعت. وقتی که فهمیدی که عبادت و اطاعت مستحق از الله هست، امی عبادت و اطاعت مخصوص برای الله بکو و تختصان له، اردوش مخصوص الله هست. چه قسم؟ الله متعال میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. الله میگه فیصله کرده و قضا یعنی فیصله الله هست. اگر شما الله را مشناسین و میخواین که مطابق حکم الله عمل بکنین، الله فیصله کرده الله تعبدوا الا ایاه که شما عبادت نکنین مگر الله را عبادت بکنین. الله را چی کنین؟ عبادت بکنین. پس از 6 قسم عبادات خود برای کی باید بکنین؟ فقط برای الله. الله فیصله کرده این عبادت که است مخصوص الله شد. الله تعبدوا الا ایاه. اینجا الا است که اول نفی شد، باز بعد از او چی آمد؟ باز از او استثناء ذکر شد. الله تعبدوا که شما هیچ غیر الله را عبادت نکنین، الا ایاه عبادت نکنین، الا ایاه بغیر است الله سبحانه و تعالی. اینجا چی است؟ اینجا ان العبادة خاصة بالله تعالی فلا یعبد غیره. چرا؟ میگه وقتی که لا تعبدون الا الله گفته لأن هذا يفيد الحصر. این فایده چی میکنه؟ حصر میکنه. یعنی عبادت منحصر به الله هست، غیر الله عبادت نمیشن. کدام عبادت؟ هر 6 قسم عبادت ها. اگر یک کسی یک عبادت الله را از این 6 قسم به غیر الله میکنه، این غیر الله را در عبادت الله چی کرد؟ شریک کرد و این شرک میگن، شرک در عبادت. خب پس فهمیدیم که معبود به حق الله هست، مستحق عبادت الله هست و این هم فهمیدیم که مستحق اطاعت الله هست. فهمیدیم که عبادت و اطاعت مخصوص الله هست. مثلا الله متعال میگه الحمد لله رب العالمین. سکن اینجا الحمد لله، اینجا علما میگه حمد یک عبادت است. حمد یک عبادت زبانی است که ما شما حمد الله را میگیم. آلی این حمد الله اینجا چی میگه؟ لله. الا ما علما میگن که للاستحقاق و الاختصاص. ایلام میگه دو وظیفه داره. معنی از ایلام چی هست؟ استحقاق است و اختصاص. یعنی مستحق حمد گفتن کی است؟ الله است. پس ما بغیر از الله باید حمد دیگران را نگوییم و پیغمبر چی بگویم؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. الله و ملائکش صلات میگن و رحمت میفرستن بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنون صلوا علیه و سلموا تسلیما. پس به پیغمبر چی هست؟ درود و سلام است. لکن حمد، ان الحمد لله یعنی مستحق حمد و حمد مخصوص کی است؟ مخصوص الله است. از این خاطر علما میگه که وقتی که میگه الحمدلله رب العالمین، اینجا لام که سر لفظ الله داخل شده دو معنا را میده، استحقاق و اختصاص. پس عبادت مستحقش الله هست و مخصوص الله هست. این باید خاص برای الله داشته باشیم. خب این 4 نقطه را فهمیدیم. نقطه پنجم به وله صفات الجلال والعظمه. مخصوص الله هست
صفات جلال و عظمه. یعنی ما باید بدانیم که صفات الله صفات جلال است و عظمت است و وقتی در صفات الله گپ میزنیم غیر الله را از ذهن خود دور بسازیم. مشکل اکثر ازی پیدا میشه که در یک صفت الله وقتی که یک نفر گپ میزنه در ذهن خود غیر الله او برادر غیر الله را اوسکو غیر الله را اوسکو دون الله را اوسکو. صفات از الله صفات مخلوق است، اما وقتی که سر صفات الله می و در قرآن عظیم الشان بر تو بیان میشه الله صفات داره، پس صفات الله که صفات جلال و عظمت است. پس یکی از خصوصیت های الله چی است؟ که او دارای صفاتی هست که او صفاتش صفات جلال و عظمت است و جلال از او و بزرگی از او شایسته است. متوجه هستین؟ هو الله الذی، الله سبحانه و تعالی میگه که هو الله که از چه قسم بشناسین؟ الذی، او ذاتی هست که لا اله الا هو. اول خصوصیتش که لا اله نیست هیچ معبود به حقی که مستحق عبادت باشه و عبادت بر از او تخصیص داره شود الا هو و غیر است. الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. این کلش اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی هست که ما و شما این اسم اولش که الله هست این درس شروع کردیم. انشاءالله الله توفیق نصیب بکنه که دیگرانش هم همین قسم بیاییم الملک بخوانیم القدوس السلام چی معنا میته و ما باید چه قسم عقیده داشته باشیم. خب پس شد صفات الله و له صفات الجلال و العظمه. ششمیش که است ششمیش علما در قسمت پنجمی چی میگه؟ مثلا علامه محمد امین شنقیطی رحمه الله میگه که فالله جل و علا له صفات لائقه بکماله و جلاله. الله سبحانه و تعالی را میگه اگر میخوای بشناسی باید او بشناسی که او صفاتی داره که لائق است به کمال جلالش. هیچ وقت صفات الله را با صفات مخلوق تشبیه نکن. هیچ وقت صفات خالق الله را با صفات مخلوق مثل فکر نکن. صفات الله که صفات جلال عظمت است. فالله جل و علا له صفات، الله صفات داره. در قرآن عظیم الشان بیان کرده افعال داره، لیکن ات صفات داره و ات افعال داره که لائق است به کمال و جلال الله سبحانه و تعالی. خب علامه ابن قیم الجوزی رحمه الله یک کتاب داره به نام مدارج السالکین. او میگه اسم الله، میگه سکنین اسم الله، نام الله میگه چه خصوصیت داره؟ میگه اسم الله دال علی جمیع الاسماء الحسنى والصفات العلى. میگه این دلالت میکنه علی جمیع الاسماء الحسنى والصفات العلى. میگه اسم الله که دلالت میکنه به تمام اسماء الله الحسنى و به تمام صفات عالی الله سبحانه و تعالی. چقدر این نام با عظمت است. یعنی معنیشی که تمام نام ها و صفات الله خلاصه شده در نام الله. سبحان الله. یک مرتبه که ما میگیم که سبحان الله به این معنی که یعنی الله را با تمام نام ها و صفاتش یاد کردیم. وقتی که میگیم اللهم یعنی یا الله، الله را با تمام نام ها و صفاتش یاد کردیم. از این خاطر کسی که عقیده را میفهمه این کلمات دیگه مثل خدا و مثل خدای و سیختن و گاد و یار استعمال نمیکنه. چرا اون کلمات معنای بعضی از صفات الله است. بعضی از صفات گرفتن مثلا یک معنای از او به او انداختن. مثلا مالک است او را گفتن که مثلا مالک به معنای خدا، اما الله که است معنا نمیشه. ما معنای از او معنایش است معبود به حق که مستحق عبادت است و مستحق اطاعت است و عبادت مخصوص از اوست و دارای صفات کمال هست، صفاتی که به جلال و عظمت از او شایسته هست. پس ما و شما الله سبحانه و تعالی شناختیم. ششمین نقطه‌ای که الله را باید بشناسیم چه قسم؟ یعنی ولا سبیل الى معرفت عبادته الا من طریق انبیائه و رسوله علیهم السلام. ششمین خصوصیت، 5 خصوصیت الله را فهمیدیم. ششمین خصوصیت الله چی هست؟ که یعنی الله ذاتی است که عبادتش جز از طریق پیغمبرانش، انبیا را فرستاده، رسولا را فرستاده. برای چی؟ که عبادت الله را
از طریق از اونها شناخته میشه. مثلا الله سبحانه و تعالی عبادت خود تعیین کرده، الله تعیین میکنه و پیغمبرات تبلیغ میکنه. وظیفه پیغمبر چی هست؟ نوعیت عبادت بر ما معلوم میکنه از به وحی الله. چه قسم چند نوع عبادت هست؟ عبادت زبانی هست، عبادت بدنی هست، عبادت زبانی چی هست؟ حمد است، استعاذه هست، استغاثه هست، ذکر است، اینی هست. عبادت بدنی رو برای ما بیان میکنه، رکوع هست، سجده هست، نماز است، حج است. اینی کل عبادت ها را، مجموع عبادت ها را. پس نوعیت عبادت، کمیت عبادت، که این عبادت چقدر هست. مثلا نماز چند رکعت است، صبح چند رکعت است، شام چند رکعت است، خفتن چند رکعت است. این کمیتش کی تعیین میکنه؟ الله. کی تبلیغ میکنه؟ رسول الله. نوعیتش تعیین بر ما تبلیغ میکنه، بیان میکنه. نوعیت، کمیت، کیفیت. کیفیتش چی معنی؟ یعنی که این عبادت با کدام کیفیت بخوانیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت که صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز بخواین این قسم که ما را میبینید که من نماز میخوانم. پس ما نماز خدا به کدام کیفیت میخوانیم؟ به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. نوعیت، کمیت، کیفیت. زمان عبادت چه وقت است و مکانش. نوعیت، کمیت، کیفیت، زمان. مثلا در کدام زمان کدام عبادت بکنیم. حج در کدام وقت بکنیم؟ ماهاش معلوم است. روزه را در کدام زمان بگیریم؟ در ماه رمضان روزه فرضی هست. مکانش برای ما معلوم میشه. مثلا کدام نماز در کجا بخوانیم، حج در کجا بکنیم. اون در بیت الله شریف در مکه مکرمه حج میشه. در افغانستان حج میشه، در کشورهای دیگه میشه؟ نه خیر، نمیشه. پس مکانش معلوم شد. خب مکان ششمیش مثلا امو وسایلی که دیگه استفاده میشه. مثلا ما قربانی میکنیم، آهور قربانی کردن میکنیم؟ نه خیر. پس وسیله قربانی چی است؟ قربانی یک عبادت است. سر کدام حیوان قربانی میشه؟ اون برای ما تعیین شده که حیوانات اهلی باشه. کل حیوانات اهلی؟ نه خیر. در حیوانات اهلی مثلا گاو و گاومیش است، گاو و گوسفند است، این شتر است. مثلا بعضی حیوانات دیگه هم اهلی است، مثل پشک، سگ نه، یا حرام هستن و یا قربانی نمیشن. متوجه هستین؟ اینال 6 قسم چیزی که در عبادت است. این عبادت تعیینش الله میکنه و تبلیغش پیغمبران میکنه. از این خاطر میگن که ولا سبیل الى معرفت عبادته الا من طریق انبیائه و رسوله علیهم الصلاة. الله متعال میگه ذلك بانهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات. به خاطر از اینکه پیغمبرانشان با دلایل روشن پیشان میمدن، فکفروا، اینا کافر شدن. دلایلی که پیغمبران، مثلا الله متعال میگه قل ان کنتم تحبون الله، بگو بر از این مردم اگر شما الله را دوست دارین فاتبعونی، پس از ما متابعت بکنین. پس ما مکلفیت داریم که در عبادت هایی که پیغمبر بر ما رسانده، الله تعیینش کرده و پیغمبر تبلیغ کرده، ما از پیغمبر در اینمی عبادت ها متابعت بکنیم. چون الله میگه که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، متابعت از ما بکنین. یحببکم الله، باز الله شما را دوست می داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.